رауف نگمتوف ساکن 59 ساله شهر خوجند می باشد. امروز برای تشخیص به درمانگاه آمد. با گفته خودش چند روز قبل تصف نموده و امروز بیماری را حس کرد. طبیب اویلوی مرکز سلامتی رقمی که شهر خوجند گزال علی جانوف بعد صحبت با بیمار افزود که حالتش خوب بوده، با گرفتن طبوبت خانگی سالم خواهد گشت. رауف نگمتوف میگوید که باید هر یک نفر به خاطر سلامتی خویش از معاینه دکتر و تشخیص طبی گذارد تا سلامتی خود و پیوندانش را زیر خطر نگذارد. اولا نقص فقط این مدار کنده با سوس همین تنجاو هم با دیگه چه وانی بهتر بتنشی کدام وای اوای کسی دوی وانی خد مولج خونه شدن میشن برای سلامتی خودشین بیاد دیگر رنگین کند دکتر گذارد راز کند اما البته مسئولیت گیرد برای وای خودش فایده خودش سلامتی خودش به این فایده اساسی باری من گزال علی جانوف طبیب اویلوی مرکز سلامتی رقمی که شهر خوجند ضمن صحبت گفت که دوام 2 هفته آخر مراجعت بیماران زیاد گردیده است. گزال علی جانوف سبب مراجعت شهروندان را از واسطه اخبار عامه میداند، زیرا بعد اطلاع طبیبان و پخش مراجعت نامه آنها آدمان جدی بودن وضعیت را درک نموده بهر حفظ صحت با مرکز سلامتی مراجعت نموده ایستادند. و آن حالت‌هایی که در دوره یکم دیده میشد که آنها از خود بیخبر میشدند در حالت‌های وضعی مراجعت میکردند، چنین حالت‌ها خدا به شکر کم شده ایستاده. البته اولین شب که آنها تب میکنند یا اولین علامت‌های بیمه‌داری پیدا میشود، آنها دوام به نزد ما آمدن مراجعت کرده و طبابت خود را گرفته ایستادند. متخصصان مرکز سلامتی رقمی یک میگویند که نفرانی که مسئولیت یا خود ایمونیتتی بلند دارند پی نمیبرند که به این بیماری گرفتار شدند. میگوید که هر یک نفر فکر اویله و فرزندان خویش را نموده بهر سلامتی خود و اطرافیانشان به طبیب اویلوی مراجعت نماید. با گفته گزال علی جانوف خوف به خود این نفران کم می باشد، اما به نزدیکانشان میتواند خطر جدی رساند. و این نهایت خوفناک است که اگر شخصی که یگان علامت دارد و با ما مراجعت میکنه، ما چند کرده با اون کس میفهمانیم که روش کنید شما من این کارها رو کردن لازم، در خانه 14 روز خود رو دور کردن لازم از همه، به کوچه نبرایید، از نزدیکان خود رو کشید. در این حالت البته آسان‌تر، چون ما انیق میدانیم که آن شخص گرفتار است یا نه، ولی در حالتی که یگان علامت ندارد ولیکن دارنده ویروس کرونا ویروسی از ویروس کووید 19 است، در این حالت نهایت مشکل چنین آدمان را یافتند. موج دوم بیماری کرونا ویروس امروز در کشور نه تنها پیران را بلکه جوانان را نیز به تشویش آورده است. مراجعت از حساب نورسان و جوانان به مرکز سلامتی رقمی 1 افزایش یافته است. با گفته نمایندگان این مرکز صف مراجعت کلانسالان کاهش یافته، برعکس جوانان زیاد شده است. نفهمیدن بوی، مزه طعام، تصفیه بلند، درون روی، بیمه‌داری نشانه های بیماری کرونا ویروس می باشد، گفت ضمن صحبت طبیب اویلوی مرکز سلامتی رقمی که شهر خوجند. علاقه از سن 14-15 سالگی نورسان با چنین علامت بر ما مراجعت کرده ایستادند و هنگام تحلیل گیری با کووید 19 بعضی چنین شخصان جوابی مثبت داده ایستادند. در مورد حس نمودن علامت‌های بیماری در شخص خود طبابت کنی توصیه داده نمی شود، زیرا ندانسته استفاده نمودن داروهای ضد باکتریولوژی یا خود آنتی بیوتیکون نیز به سلامتی خود بیمار تشویش آور بوده، حالت‌های ناگوار را پیش می آورد و عاقبت خوش ندارد. دکتران میگویند که ویروس کووید 19 در هر یک نفر گوناگون عیان می شود و راه‌های طبابت نیز فرق می کند. رحمان محمدیف مدیر شعبه مرکزی نظارت دولتی و سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند به شهروندان مراجعه نموده گفت که داشتن نقاب طبی برای هر یک نفر حتمی بوده، رعایت مسافه اجتماعی برای سلامتی مفید می باشد. گشت و گذار در جایهای جمعیتی و سیر آدم توصیه داده نمی شود. مراجعت باز اون رو در نظر داشت که هنگامی تاب کردن از خانه بیرون نبرایند. هنگامی تاب داشتن شخص باید که با دکتران اویلوی مراجعت نماید و دکتران اویلوی به خانه آمده باید که توصیه های خود رو به بیمار دهند. هنگامی بیمار بودن و با توصیه طبیبان در خانه معالجه گرفتن بیمار باید کدام قاعده ها رعایت کرده شود. یعنی در شرایط خانه اویلوی تاجیکا رو ما میدانیم که از یک چند نفر عبارت میباشند. یعنی در شرایط خانه باید که بیمار در محدودیت نگاه داشته شده، شخصی از نفران اویله با رعایت فاصله اجتماعی، با رعایت
پوشیدن نقاب باریایی دستپوشک خدمترسانی رو به شخص بیمار باید که اجرا نماید. طبیبان به شهروندان مراجعت میکنند و تاکید دارند که به ضرورت به کوچه نبرایند. داشتن نقاب طبی نه تنها برای خود بلکه برای زندگی فرزندانشان اهمیت کلان دارد. گزل علیجانوف افزود که بیماری کرونا ویروس بیماری خطرناک بوده، بی اهمیت میتواند رشته عمر یک نفر را در مدت کوتاه از بین برد. و من به شخصانی که بی نقاب در کوچه میگردند، شخصانی که تبابت رو گرفته استادند و به مراجعت ما گوش نکرده به کوچه میبرایند، از آنها هم احترامانه خواهش میکنم که اولش اینکه نقاب کرده آنها برای پیشگیری کردن و احتیاط کردن اهل عائله آنها، برای احتیاط کردن پدر و مادر خواهر دادر آنها، آخرش که برای احتیاط کردن ملت ما میباشد، چونکه آنها با نقاب خود ویروس خود را به دیگران پهن کردن را کمتر میکنند. وقتی که مقدار ویروس آنها به کوچه کمتر برآید، البته سرایت یافتگان هم کمتر می شود و برای همین نوبسته از آن که شما بیمار، نوبسته از آن که شما سلامت هستید و خود را نحس میکنید، همه باید حالا در نقاب باشند. قهرمان 59 ساله گزارش ما رؤوف نعمتوف تصمیم دارد که طبابت را در خانه با توصیه دکتران اویلوی ادامه دهد. گذشته از این وی هر 3 روز یک مرتبه با مرکز سلامتی آمده از نظارت طبی میگذارد. رؤوف نعمتوف با سلامتی خود جدی مناسبت میکند. در نوبت خود متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند نیز از مردم شهر خواهش میکنند که به نقاب به کوچه نبرایند و سلامتی دیگران را زیر خطر نگذارند. گزارش سید مختار سید انور، نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.